амасола рӯзи 1 июн ин рӯзи ҳифзи кӯдак, рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдак дар шаҳри Душанбе дар пойтахтамон бисёр бошукӯҳ мегузарад ва амасола тибқи қарори раиси шаҳри Душанбе ин чорабиниҳоро бевосита раёсати маолими шаҳри Душанбе дар 3 моҳи раёсат маркази кӯдакон ва наврасони шаҳри Душанбе мегузаронад. Тамоми орзуҳои кӯдаконае ки доранд ҷомаи амал саломат бошад. سازمان طلبگی از هزینه عبارت است یکم اختران از صفر 1 تا 4 واریسان سومانی از 5 تا 9 و زینه سومانیان صفر 10 و 11 را در بر میگیرد. این یکی از زینه های اساسی ترین به حساب می رود و من که صنف 10 هستم سال اول است که در این زینه شامل هستم و این زینه یکی از زینه های مهمترین باشد و در این زینه وقتی که ما داخل میشویم ما باید فهمیم که تمامی وظیفه و عهده‌هایی که به دوش ما میسپارند باید سری وقت اجرا نماییم، یعنی حسی وطن دوستی داشته باشیم و به خردسالان از خود خودتر کمک‌های خود را در یقین داشته در وقت‌های مشکلی به آنها کمک رسانیم. روی اگر من گپ شویم اگر در اونجا بسیار برای به این سازمان یعنی قبول کردنم بسیار مشکل بود. هر کس رو اونجا قبول هم نمی کردن. مثلا کدام طایفه در اونجا اون طایفه مثلا شاگردان قبول میکردن که مکتب بچگان یکی و ها فعال بودن اولش که باید دانش خوب داشتنشون در کار بود، معرفت داشتنشون در کار بود، یعنی در کارهای جمع در کارهای هم مکتبی باید فعال باشد. هر یک چیز مکتبی خود دارد، تاریخ خود دارد. ما البته از اونجا جاهای در کارش قبول میکنیم حتما، برای اینکه وقتی که از یک سیستم به سیستم دیگر گذاشتن این حتما تاثیر خودش میگذارد. ما باید از اون مکتب ما حتما استفاده میبریم و البته وقتی که ما مثلا سرویسیکلور شدیم ما این مثلا چرا تشکیل کردیم از نو ما البته در اینجا با کوشش میکنیم که چیزی در کاری خودمون یعنی به همین ساخت دولتداری خودمون به همین ساخت شرایط خودمون ما بعضی چیزا از خودمون ایجاد میکنیم یعنی پیشنهاد میکنیم و البته قبول میشه.